اینجا خوبه بی تو، نمیگم ول کن واسه من کل زندگی تو، نمیگم قلبم نمیتپه بی تو میتپه، اما خوب یه چیز دیگه ای تو. به نام خدا عزیزم سلام، یک کمی بی حال و مریضم الان، خیلی واسط نوشتم دریقه جواب اسم میکنم که این روزا غریبم برات. اینجا هر کی توی حسش غرقه، این دیوارا انگار طلسمش کرده، خونه سالمندان خودت فکر کن این کلمات تا خود اسمش تلخه. میگن زندگی یعنی نفس کشیدن، از اول صبح تا آخر شب هست. تموم راه این خونه رو شم که بچینی من باهات قرم، میدونی تو خود صبح پیش من، شب که بشینی هم باهات قرم. 7 کیلو پرونده رو دستم بود، دست و پامم دستم بود، هر دو پامم قلبم بود، متهم و ردیفه ولی وایسته تا بقیه بیان. حاجی بقیه کجان؟ وقت فقط 3 نفر مونده قضیه ای رو. پسر جان بی خیال برو وثیقه بیا، اینا بررسی میخواد خیلی تلخ سیدیات. من دارم میرم نماز به یاد جمونگی میگم یا کی 1 میلیارد بیار اون وقت اراده بکن تازه بعد تعطیلات. من دلم تنگه واسه دل خوشی کوچیک، واسه هم سفر ساده که باهاش بزنم جر بدم این جاده رو با موزیک. متاسفانه اینو یاد گرفتم نخندم، حتی بعد این که فاز گرفتم با یه جوک تا بلند خندیدم، سری محکم دستم و گاز گرفتم. فهمیدم که دن من باستاب نداره، وجدان تا آخرین داستان سرابه. فهمیدم که بابی آثار ثوابه، به محتاج فقط بگم خرابه. فهمیدم که با محتاج بگم که بازار خرابه. بفرست برای اما رفیق دیلی خو خدایا اغرب